برگی بخوام بکشم رنگ نمیخوره بهش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما دوستای خوب و نازنینم. اینجا برنامه ببین و بدون هست. بنده حسین اکبری مجری برنامه. امروز قراره براتون هنرنمایی کنم و نقاشی کنم. نقاش میخوام بشم. همونجوری که داریم ملاحظه میکنی این درختی که پشت سر بنده هستش، پشت پنجره اتاق بنده هست، میخوام این رو بکشم و تقدیم رفقا بکنم و الان درگیر رنگا شدم. من تنه درخت رو میکشم و درگیر این شدم که این رنگ سبزی که اینجا هستش رو از چه رنگی استفاده کنم. به هر حال حالا میکشمش، بعد میبینیم چه اتفاقی میفته دیگه. بله، نقاش با تمرکز داشت، اصلا نباید صحبت کرد، حرف زد اینا. بعد حس میکنم خیلی شبیه شده. بعد ما میتونیم چند رنگ استفاده کنیم برای برگاش و اینا، رنگ تو رنگ میشه. خب کار من تموم شد، حس میکنم که خیلی قشنگ شد. به هر حال 24 رنگ مدادام دیگه، مداد رنگی هم 24 رنگه، خیلی هم ربطی نداره. برای اینکه تو این نقاش خوب بشی باید اول طرح اولیت خوب باشه و اینکه بتونی خوب نقاشی بکنی. میدونم همه اینا رو بهتون نشون میدم، فقط نخندینا به ما. این نقاشی رو تقدیم میکنم به خودم بهتره. آرش رو براتون میکشم. آرش دوستمه، آرش خیلی پسر خوبیه، ولی متاسفانه یه ذره زیاد غذا میخوره. بعد من بهش میگم نخور، لاغر بشو، برای سلامتیت خوبه، ولی اصلا گوش نمیده. حالا من میکشمش، اصلا شما نمیشناسینش، ولی خب میخوام از همینجا بهش سلام کنم. آرش یه ذره مرغ کمتر بخور، دست شما درد نکنه. اصلا موضوع برنامه امروز ما در مورد مداد رنگیه. بله، در مورد مداد رنگیه و این مداد رنگی ها رو اینکه چجوری درستش میکنن، کاغذ چجوری درست میشه، اینا همه اینا رو تو ببین و بدون امروز شما میبینید. یعنی الان با همدیگه میریم، با همدیگه میبینیم. بفرمایید با هم بریم. بفرمایید. در زمانهای خیلی خیلی قدیم، یعنی قبل از اختراع مداد، به شکلی که امروز ما ازش استفاده می‌کنیم، مردم با استفاده از قلم و جوهر می‌نوشتند و با استفاده از رنگ‌های طبیعی که از گیاهان یا مواد معدنی به دست می‌آمد، با قلمو نقاشی می‌کشیدند. حدود 500 سال قبل آدما با تراشیدن چوب درخت بلوط و قرار دادن یه مغز گرافیتی بین اون اولین مداد رو که تقریباً شبیه مدادهای مورد استفاده ماست اختراع کردند. صبر کنید، الان بهتون میگم گرافیت چیه. گرافیت که مغز مدادهای سیاه ما از اون ساخته میشه، یه ماده طبیعیه که از عنصری به اسم کربن درست شده. گرافیت سیاه و نرمه و میتونه به راحتی روی کاغذ از خودش اثری به جا بذاره. به دنیای کاغذ، به دنیای مداد رنگی، دنیای پاک کن خیلی خیلی خوش اومدین. من که خودم عاشق جعبه مداد رنگی ام. هر موقع جعبه مداد رنگی رو میبینم ذوق میکنم، کلی کیف میکنم. اصلا کیه که مداد رنگی رو ببینه ذوق زده نشه؟ جان ایشون؟ آها، جناب آقای
آفتاب پرست و شما میگین. خب ایشون اگه بره روی جعبه مداد رنگی کلا هنگ میکنه که چه رنگی بشه، مخصوصا اگه مثلا 12 رنگ 24 رنگ 36 رنگ باشه دیگه کلا میرزه به هم که چه رنگی باشه. راستی بچه‌ها شما میدونید این مداد رنگی ها چه جوری ساخته میشن؟ شیوه ساخت مداد سیاه با مغز گرافیتی و مدادهای رنگی شبیه همه، فقط در مرحله آماده کردن مغزهاشون با هم متفاوته. مغزهای مداد رنگی از ترکیب رنگ‌های پودری با خاک رز و ماده‌ای به اسم موم ساخته میشه. موم، پارافین یا ترکیبات روغنی باعث به هم چسبیدن رنگین‌ها به هم میشن. برای این کار این مواد رو با اندازه‌های مناسب توی دمای حدود 70 تا 80 درجه با هم مخلوط می‌کنند. تغییر اندازه‌های این ترکیب میتونه باعث بشه نوک مداد رنگی نرم یا سفت‌تر بشه و میتونه روی کیفیت رنگامیزی مداد رنگی ساخته شده تأثیر بگذاره. بعد از ترکیب مواد مغز مداد رنگی، اونو داخل قالب‌های استوانه‌ای می‌ریزن و با فشار زیاد پرس می‌کنند. حالا این استوانه‌های بزرگ رو توی یه دستگاه دیگه می‌گذارن تا با فشار زیاد مثل چرخ گوشت ماده رنگی رو از یه صفحه با سوراخ‌های ریزتر رد کنه و میله‌های باریک‌تری درست بشه. این میله‌های باریک همون مغزهای مداد رنگی هستن. دوباره در دمای 70 درجه پخته میشن و برای اینکه محکم‌تر بشن اونها رو با موم مخصوصی روکش میکنند. بعد از اینکه مغزها رو از داخل موم بیرون آوردن توی یک دستگاه به اسم سانتریفیوژ میچرخونن تا موم روی اونها یک نواخت و زودتر خشک بشه. بعد کیفیت اونها رو آزمایش میکنن و میرن برای گذاشته شدن داخل بدنه چوبی مداد. اذیت میشین. من توی فروشگاه داشتم چرخ میزنم با آقای فروشنده صحبت کردم، گفتم آقای فروشنده این مداد رنگی ها از چه چوبی درست میشه؟ گفت چوب درخت سدر. چرا؟ چون نرمه، خوب برش میخوره و خوراک مداد ساختنه. گفتش که چوب درخت سدر میشه ازش 300,000 تا مداد تولید کرد، استخراج کرد. چقدر خوب، چقدر با مزه. یه لحظه اجازه میشه به عبارتی 300,000 تا یعنی از یه درخت سدر میشه 25,000 جعبه مداد رنگی 12 رنگ ساخت. خیلی زیاده مگه نه؟ اما برای پرورش این درختای مخصوص نیاز به آب زیادی داره، نیاز به آب و هوای مطلوبی داره. بچه ها میدونین که برای این مدادها چند تا درخت قطع میشه؟ پس حواسمون به مدادهامون باشه. اگر شما حواستون به مدادهاتون باشه، درست استفاده کنین، درختهای کمتری قطع میشه. البته اینم بگم که عوامل کارخونه و عزیزانی که توی کارخونه مداد رنگی سازی هستن خودشون با دستهای خودشون میان نهال میکارن، درخت میکارن جای اون درخت هایی که قطع میکنن و برای شما مداد درست میکنن. پس حواستون به مداد رنگیاتون باشه. حالا نوبت آماده کردن بدنه مداده. بدنه مداد به دو شکل آماده میشه. در یک روش اول چوب رو به شکل استوانه برش میزنند. بعد وسطش رو با وسیله مخصوصی به اسم مته به اندازه قطر میله مغزی سوراخ میکنند تا میله مغزی مداد رو داخلش جاسازی کنند. و در روش دیگه که توی کارخانه‌های مداد رنگی سازی کشور ما هم استفاده میشه، اول تکه‌های چوب رو به قطعه‌های مستطیل شکل برش میزنند. بعد
روی اونها شیار ایجاد میکنن، روی شیارها چسب میریزن و مغز رنگی مداد رو قرار میدن تا خوب سر جای خودش بچسبه. یه لایه مستطیل دیگه با همون شکل لایه زیری روی اون قرار میدن و این لایه ها رو با چسب و فشار به هم میچسبونن. حالا این مستطیل دو لایه که بینش مغز رنگی مداد قرار گرفته رو داخل دستگاه برش میگذارن تا به اندازه هر مداد برش بخوره. اما این مدادها مستطیلی اند؟ برای اینکه مثل یک استوانه دور تا دور مدادها گرد بشه یا به شکل سه‌گوش یا 6 ضلعی در بیاد، دوباره مدادها باید برن توی یه دستگاه دیگه و دورشون به شکل مورد نظر تراشیده شه. اگه گفتید حالا نوبت چیه؟ نوبت رنگ‌آمیزی بدن یه مداد رنگی. هر مداد رو در رنگی که همرنگ مغزش هست فرو میبرن تا روکش بشه. یعنی مثلا مداد با مغز سبز کمرنگ روکش بدنش هم سبز کمرنگ میشه که ما راحت‌تر بتونیم از جعبه مداد رنگی انتخابش کنیم. بعد آرم مخصوص کارخونه مداد رنگی سازی و بقیه اطلاعات لازم روی اون چاپ میشه. مدادها دوباره توی یه ماده لاکی برای عایق و ضد آب شدن قرار میگیرن و توی کوره پخته میشن. بعد از اینکه نوک مدادها تراش خورد و حسابی تیز شد، دیگه نوبت بسته‌بندی و قرار گرفتن توی جعبه مداد رنگیه و بعدش هم نوبت ارسال به فروشگاه‌ها و قرار گرفتن روی میز تحریر و توی کیف مدرسه شما. نوبتی هم باشه دیگه، نوبت جناب کاغذه دیگه. همه میدونن کاغذ چیه دیگه، همه دیگه میدونن دیگه. حالا این که کاغذ چجوری درست میشه، از چه نوع درختی میاد و چجوری ساخته میشه دیگه، حالا باید ببینین شما دیگه تا بیشتر بدونید. حالا بچه ها به نظر شما بعد از کاغذ چی میتونه جایگزینش باشه؟ حالا بهش فکر کردین که دنیای بدون کاغذ چی میشه؟ چه اتفاقی براش رخ میده؟ بهش فکر کنین که بعد از کاغذ چی میتونیم اختراع کنیم. بریم بیشتر ببینیم تا بیشتر بدونیم. قبل از اختراع کاغذ، مردمان باستان روی قطعه های گلی یا پوست حیوانات می نوشتند. مصریان باستان اولین مردمانی بودند که با استفاده از برگ‌های گیاه به اسم پاپیروس چیزی شبیه کاغذ ساختند. اونا پاپیروس رو به قطعات خیلی نازک برش می زدن، کنار هم قرار می دادن و با وارد کردن فشار به اون ورقه یک پارچه‌ای می ساختند. اما
اما حدود 2000 سال پیش چینی ها اولین کاغذهایی که شبیه کاغذهای مورد استفاده ما هست رو اختراع کردند. اونها پوست خرد شدگی درخت توت و چند گیاه دیگر رو با آب مخلوط کردند و به شکل یک خمیر صاف درآوردند. بعد اونو تحت فشار قرار دادن تا آب اضافیش خارج بشه. این خمیر مقابل آفتاب خشک شد و به ماده شبیه یک مقوای نازک امروزی تبدیل شد. اما کاغذهای امروزی چجوری ساخته میشن؟ کاغذها با استفاده از چوب درختان تولید میشن. درختای کاج، صنوبر، سپیدار، بلوط، اوکالیپتوس و گیاه بامبو برای ساخت کاغذ با کیفیت از بقیه گیاهان مناسب ترند. بیشتر کارخونه های کاغذسازی در جایی ساخته میشن که نزدیک جنگل ها باشن تا هزینه حمل و نقل چوب به کارخونه کمتر شه. در شمال کشور ما که جنگل ها بیشترن، کارخونه کاغذسازی وجود داره. البته کارخونه ها برای اینکه به جنگل های طبیعی آسیب نرسونن، معمولاً درختای مورد نظرشون رو توی جنگل های دست کاشت پرورش میدند. در جنوب ایران عزیزمون هم کارخونه کاغذسازی داریم. ماده اولیه این کارخونه ساقه گیاه نیشکره که در خوزستان به مقدار زیاد کاشته میشه. برای ساخت کاغذ اول از همه تنه درخت رو در دستگاهی میریزن تا شسته بشه، خیس بخوره و پوستش راحت‌تر کنده بشه. در مرحله بعد این چوب‌ها باید خیلی ریز خرد بشن. به خرد چوب‌های نازک به اصطلاح چیپس میگن. سپس اونها رو با تکون دادن روی تورهای مخصوص از خاک اره‌ها جدا می‌کنند. حالا چیپس ها داخل مخزن‌های بزرگی به همراه مواد شیمیایی لازم به وسیله پخته میشن تا شکل خمیری پیدا کنند. برای اینکه کاغذ سفیدتری داشته باشیم، قبل از اینکه خرده چوب‌ها به خمیر تبدیل بشن، اونها رو داخل مواد شیمیایی رنگبر و سفید کننده خیس می‌کنند تا خمیر به دست اومده سفید باشه. بعد خمیر کاغذ به شکل صفحات خیلی نازک در میاد. به کمک فشارهای غلتک‌های سنگین و بزرگ، کاغذ رو به اندازه کافی نازک می‌کنند. در مرحله آخر کیفیت کاغذ رو با دستگاه کنترل می‌کنند و به اندازه‌های مختلف برش می‌زنند. واقعا من اصلا فکرشو نمی‌کردم که کاغذ به این سختی درست بشه. اصلا صورت من شطرنجی کنی یه لحظه، خودمو شطرنجی کنم. منی که تمام دفترامو سیاه کردم، یعنی باهاش موشک درست کردم، همه کار کردم جز نوشتن و درس خوندن، فکرشو میکردم که انقدر مراحل ساخت یک کاغذ، تولید یک کاغذ سخت باشه. نه، اصلا شما میدونی یه برگه آچار چقدر آب مصرف میشه که درست بشه؟ بعد از من میپرسین که چه ربطی به آب داره، مصرف آب داره؟ بله که داره. الان همین برگه آچار رو نگاه کنید، برای هر یه دونه این برگه آچار 10 لیتر آب مصرف میشه. یعنی شمایی که یا منی که روی این برگه آچار خط خطی میکنم، باهاش موشک درست میکنم، پرتاب میکنم، 6 تا بطری آب معدنی رو پرت کردم ریختم دور. در مصرف آب درست منو شطرنجی کنید. اصلا من عذرخواهی از همه دوستان من عذرخواهی میکنم، عزیزانی که در اینجا. من دیگه کاغذ اصلا کثیف نمیتونه، موشک هم درست نمیکنم. خواهش میکنم بهش فکر کنید.
برای تولید دفتر اول از همه ورقه‌های بزرگ کاغذ به کمک دستگاه به اندازه‌های مساوی و استاندارد برش می‌خورند. بعد توسط قلتک‌هایی خط‌های زمینه کاغذ با رنگ آبی، مشکی و یا هر رنگ دیگه روی کاغذ چاپ میشه. یه دستگاه دیگه وظیفه شمردن صفحات آماده شده رو داره. برای اینکه به اندازه لازم ورق از بین اون همه ورق خطدار جدا کنه و بفرسته برای مرحله بعد. حالا نوبت اینه که ورق‌ها روی جلد دفتر قرار بگیرن و وسطشون منگنه بشه یا با دستگاه مخصوص یه طرف اون سیمی بشه. کاغذ بعضی از دفترها کاملا سفید نیست. اینها معمولاً با استفاده از کاغذهای بازیافت شده درست شدن تا در مصرف کاغذ صرفه‌جویی بشه. یعنی درخت جدیدی برای ساختن دفتر جدید قطع نشه. ما میتونیم با کاغذهای استفاده نشده از دفترهای مختلفمون که فقط چند ورق از اونها باقی مونده با منگنه یا حتی نخ و سوزن دفتر یادداشت درست کنیم. ما توی زندگی روزمرمون به غیر از کاغذ و دفتر توی خیلی جاهای دیگه از کاغذ استفاده میکنیم. مثلا موقعی که بعد از خرید با کارت بانکی رسید کاغذی میگیریم یا موادی رو که داخل بسته‌بندی های مقوایی و کاغذی هستند مصرف میکنیم. بنابراین راه‌های زیادی وجود داره که بتونیم روزانه مقدار کمتری کاغذ مصرف کنیم. و علاوه بر این با جدا کردن زباله‌های کاغذی از بقیه زباله‌ها میتونیم به بازیافت اونها کمک کنیم و در قطع شدن کمتر درخت‌ها برای تولید کاغذ به اندازه خودمون نقش داشته باشیم. همیشه ایده های جذاب از یه جرقه ساده تو ذهن ما شروع میشه. توی ببین و بدون کلی استفاده های باحال و خلاقانه از وسایلی که دور و برمون هستن یاد میگیریم. شما هم میتونید با وسایل و اشیایی که اطرافتون میبینید کارهای باحال و متفاوتی انجام بدید. مثلا باهاشون بازیهای متفاوت طراحی کنید یا وقتی دور ریز میشن با اونها چیزهای جالب درست کنید یا کلی کار دیگه که میتونید برای ما بفرستید تا ما هم به همه بچه‌ها نشون بدیم. پس همین الان برید تو کانال ببین و بدون داخل برنامه شاد عضو بشید تا بتونید برای ما ویدیوهاتون رو ارسال کنید. از برنامه امروز ما یعنی ببین و بدون خوشتون اومد؟ لذت بردین؟ دوست داشتین؟ من که امروز مقابل شما بودم، کنار شما بودم، کلی کیف کردم. امیدوارم شما لذت برده باشین. اگر شما دوستان خواستین کارگردان بشین در آینده یه ببین و بدون دیگه بسازین، من با افتخار میام مجریتون میشم با کلی ذوق از اختراعاتتون، از ابداعاتتون توی برنامه میگم که شما چقدر قشنگ بلدین همه کار بکنین، چقدر شما قوی هستین، چقدر شما بهترینین. خیلی خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که حال دلتون همیشه خوب باشه. من میدونم شما بچه‌هایی هستین باهوش و تیزهوش و چیزهایی رو در آینده اختراع میکنین که به درد مردم همه دنیا بخوره. دوستتون دارم خیلی خیلی زیاد. حسین اکبری تا یه ببین و بدون دیگه. خدا نگهدار.
پیش